مطالعات میگن از هر 11 نفر یکیشون میتونه کارآفرین بشه. به هر حال کارآفرینی یه مقداری به خود اون آدم، به ژن اون آدم، به روحیات اون آدم بستگی داره. بعضی مطالعات میگن از هر 11 نفر یکیشون میتونه کارآفرین بشه. ولی داستان اینه که این همه تو دنیا داره هزینه میشه که کارآفرینی یاد بدن. اگه فقط یک چیز ژنتیک بود، فقط جوهره طرف مهم بود، به نظرتون این همه میلیاردها دلار در سال، حتی عددهای وحشتناکی سر آموزش مباحث کارآفرینی و استارتاپ و مدیریت و اینا صرف میشه. قطعاً آموزش تأثیر بسیار زیادی داره. حداقل چیزی اینه که شانس موفقیت طرف رو بالا میبره، خیلی بالا میبره. و شاید حتی برای کسی که جوهره خیلی قوی هم تو این حوزه داره، سقف موفقیتش رو بالا میبره. چون موفقیت میشه 0 و 1 نیست. یعنی ممکنه یک کسی موفق باشه، یک کسی موفق باشه، یک کسی موفق باشه.